برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره پزنده رقم یک دیگبان رقم یک تاجیکستان گپ میزنیم. میدونید این دیگبان کی است؟ نمیدونید؟ پس متوجه برنامه امروزی ما باشید. دیروز 30 اوگوست در دوشنبه عید کدو، عید خربزه و عید تربوز برگزار گردید. طبق اطلاع رسانه‌های دولتی این عید به 29 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. در مجمع سودای مهرگان پایتخت با ابتکار وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار شده است. از روی خط حضور یافتگان و سخنرانی کرده ها و برنامه‌های راه اندازی شده در آن برمی آید که این عید در سطح بلند دولتی جشن گرفته شد. در عید کدو، خربزه و تربوز نمایندگان حکومت، دستگاه اجرایی ریاست جمهوری، وزارت کشاورزی، شهرداری دوشنبه، اکادمی کشاورزی، دانشگاه اگراری تاجیکستان و ساکنان و مهمانان پایتخت اشتراک کردند. نمایشگاه را معاون سروزیر دولتشاه گل احمدزاده افتتاح کرده است. یگانه نفری که در این عید نمی رسید خود امام علی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان با قیچیش بود. ظاهرا سبب حضور پیدا نکردن جنابشان شاید این باشد که عید تربوز و خربزه را نمی شود با بردن لنت افتتاح کرد. اما از طرف دیگر حضور رئیس جمهور در این گونه عیدها بارها مشاهده شده است. آخرین آن هم شرکت امام علی الرحمن در عید کرتاشکه در خوجند بود که با ابتکار رجب‌بای احمدزاده استاندار سوخت برگزار گردید. حالا مهم نیست خود امام علی الرحمن در این جشن شرکت کرده است یا نه. مهم این است که بیشتر این عیدها از جمله خود عید کدو به ابتکار شخص رئیس جمهور تأسیس شده است. با سیاست عید دوستداری و رقص و بازی امام علی الرحمن تاجیکستان به کشور عیدها تبدیل شده است. البته عید بد نیست، جشن گرفتن عید هم، اگر با افتخار توأم باشد. کدو و کارتاشکه، تربوز و انگور نمیتواند افتخار باشد؟ حداقل کمترین دلیل مبنی بر این که یکی از این سبزوات یا میوه از تاجیکستان به کشورهای دیگر پهن شده است وجود ندارد که همین سبب افتخار باشد. قبلا فکر میکردم عیدهای میوه و سبزوات بنابر نبودن هیچ افتخار دیگر جشن گرفته میشوند تا به مردم همین میوه و سبزوات را که بیشتر منصبداران پر رویانه میوه های بهشتی میخوانند افتخار پیدا کنند. ولی بعد مهمانی امام علی الرحمن در خانواده دو دهقان به این نتیجه رسیدم که سبب تنها نبودن افتخار دیگری نیست. حضور رئیس جمهور سر دسترخوان و به قول طرفدارانش صحبت آزادش با اهل خانواده نشان داد که برای این نفر خوراک و دسترخوان و خوردن و نوشیدن مقدسات است. مقدسات رئیس جمهور ان همین خوراک و دسترخوان و خوردن و نوشیدن است. دیگر هیچ. اگر این نوار با این تصور که او رئیس جمهور و میلیاردر نیست دیده شود، این تصور حاصل خواهد شد که پس اکران نفر بی‌شرمانه میچرد و از خوراک حرف میزند که هرگز شکمسیری خوراک نخورده است. باور ندارید؟ شما تماشابینان گرامی می توانید این را تجربه کنید. نفری را پیدا کنید که نمیداند امام علی الرحمن رئیس جمهور است یا امام علی الرحمن کی است. مثلا یک ایرانی یا افغان را و یک شخص دیگر را و به او این نوار را نمایش دهید. با آن شوق و ذوق و احساسی که امام علی الرحمن از قروتاب و شکراب حرف میزد می توان با اطمینان گفت که ما را در پیش عید این دو طعام هم انتظار است. حالا به نزدیکی عید قروتاب و شکراب هم جشن میگیریم.
دو طعامی که برخی تاریخ نگاران آن را به ارتش مغول ربط میدهند. نان قروت خشک را اسکران چنگیزخان با خود میگردانند و هر جای خوراک دیگری پیدا نکردند و به خوردن نیاز پیدا شد آن را در آب تر کرده استعمال می نبودند. یعنی شکراب و قروتاب خوراک مغول ها. حالا با اطمینان می توان گفت کدو که از کم استعمال ترین سبزوات در راسیون مردم تاجیک است، تنها به آن خاطر صاحب اید شده است که امام علی رحمان کدو را دوست می داشته است. انگور نیز این چنین. مصلحت انگور را با چپاتی خورید. بسیار بامزه می شود را به خاطر آرید. با چی احساس گرم امام علی رحمان می گفت. البته عاشق خوردن بودن و همیشه از خوردن و نوشیدن حرف زدن عیبی بزرگی نیست. در این باره خیلی شخصان هستند. هیچ نباشد هفته یک مرتبه خوردنهای خود را رکلام می کنند. مردمان زیادی در جهان به خصوص کشورهای پیشرفته گرفتار این عشقند و همیشه از آن میگویند. برنامه‌های پخت پس هم سربیننده ترین برنامه‌ها هستند. هیچ گپی ندارد. اما برای یک رئیس جمهور این نه تنها عیب بلکه گناه نابخشیدنی است. چنین رهبری دولت نه تنها کشورش را خراب میکند بلکه آن را میخورد. با معنی تام این کلمه. حقیقتی که ما مردم تاجیکستان در این 30 سال همگی شاهد بودیم. رهبر دولت بار اول در 28 سال حکومتش به خانه یکی از شهروندانی به گفته رسانه‌های دولتی عادی کشورش به مهمانی می رود و جای آن که از مشکلات خانواده، محله، دهه، شهر و بالاخره درباره کشور صحبت کند و با آنها رسیدگی کند، به کدبانه‌های خانه می آموزاند که چگونه باید نان پخت و اوگ را برید و روغن به شکراب ریخت. یادتان هست چی میگوید؟ بوغش باید به 4 متر بالا رود. من این خطلان کلوفده فطیره وای میکنن. فطیر در روغن نمیاندازن. مایده میکنن. طبق در دو چکر که گرفتن ماندن میریزن. بالای وایده پیازا میمونن. روغن زرده به درجه قریب درگیری. بعد یک بار میریزن. ولی میبینیم خیلی وای میکنن روغن این خورتاب نیست. وای انامون میریزه پرش باید 4 متر بالا شود. اگر نشان میگه این خورتاب نیست که. تماشابینان عزیز، امام علی رحمان بهترین طعام‌های دنیا را تناول می‌کند. شاید برای دسترخوان روزانه‌اش نه کمتر از $1000 مصرف می‌شود. ولی در آرزوی لغمان اویغوری است. لغمان اویغوری. شخصاً این طعام را جستجو می‌کند تا برایش در قصر ریاست جمهوری لغمان اویغوری پزند. چند نمود اوقات خراب کتا میتونه که طعام چطور کده میتونه؟ بسیار. کاری یک گبزم چیه؟ آشی پلو یک منتو سمبوسه شوربا لغمان کرده میتونه؟ لغمان اویغوری کرده میتونه؟ نه یک روز وقتی چی فیرومان که بینیم ما همین پا آشپزی همین لغمان اویغوری میکردگیم جمهوری با نداریم. یک چیز به یادم رسید. عبدالحلیم غفارов رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و حالا رقیب امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری در یک مصاحبهش با روزنامه‌نگار عبدالقیوم قیومزاد ضرب المثل عالی گفته بود. گدا اگر پادشاه هم شود 40 سال بوی گدایی از دماغش نمی رود. اگر آدمی که مثلا معدهش سیر باشد اگر 40 سال گدا شود بوی سیرش از بینیش نمی برد. اگر آدمی که گدا باشد 40 سال حکمرانی هم کند بوی گدایش از بینیش نمی رود. حالا معلوم می شود این نفر یکی از بهترین مشاهده ها در تاریخ نوین تاجیکستان را داشته است. من اگر در تاجیکستان می بودم حتما به این مرد آواز می دادم. عبدالحلیم غفارov حداقل
واقع بین بوده است. قبلا فکر میکردم امام علی رحمان که همان یک صوفخازی راهبری کردهش را هم خراب و مفلس کرده بود، در هیچ جای کار نمیدهد. فکر میکردم امام علی رحمان هنر جز دزدیدن مال مردم و غارت کشورش را ندارد. اما حالا مطمئن شدم امام علی رحمان یک هنر داشته است و خلاص. یک هنر. میدونید چه؟ امام علی رحمان را میتوان راوی یک برنامه تلویزیونی خوراکپزی کرد. با آن شور و شوق و آب دهانی که امام علی رحمان درباره خوردنی ها حرف میزند، این برنامه پربیننده ترین برنامه در کشور خواهد بود. یوتیوب را میترکاند. این بود برنامه امروزه ما. میخواهم به تماشابینان، شنوندگان رادیوی پیام و خصوصا مهاجران عزیز تاجیکستانی مراجعت کنم. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه روزهای کاری در رادیوی پیام پخش میشوند که امیدواریم پسند شما میگردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. مهاجران عزیز، نصب ضمیمه رادیوی پیام برای شما خیلی موافق است. تنها یک گوشی یا خود ناوشنیک برایتان بسنده است که همزمان کار خود را ادامه داده از رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و از چندین برنامه‌های ما بهره گیرید. امیدوارم این پیشنهاد ما را میپذیرید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net